جلسه خوب و جلسات خوب رو با تجربه که یک فرصت دیگه هم ان شاءالله توفیق داره که در خدمتتون باشم، جلسات خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. من بدون معطلی برام سر اصل مطلب بحث رو شروع بکنیم که فرمودن که بعضی از اولیا هم بحث اشتغالشون مطرح هست و اینها، ما بتونیم ان شاءالله سر ساعت بحثمون رو تموم بکنیم. من عنوان کارگاه و تربیت جنسی نوجوان میذارم وقتی که با اولیای دوره دوم ابتدایی مخاطب هستم، به این دلیل که بچه‌های شما دیگه آروم آروم دارن وارد دوره نوجوانی میشن، یعنی از تقریبا دیگه کلاس پنجم دبستان ما میتونیم بگیم که دوره نوجوانی بچه‌ها شروع میشه. ششم دیگه بچه‌ها یه قدم‌هایی رو در نوجوانی برداشتند و فارغ التحصیلان مقطع ابتدایی عملاً میشه گفتش که دیگه ابتدای راه نوجوانی هستند. به خاطر همین هم آنچه که بیشتر این جلسه و جلسه بعدی صحبت می‌کنیم دیگه با جهتگیری ورود به دنیای نوجوانی هستش. امروز درباره تربیت جنسی خدمتتون هستم و درباره تربیت جنسی با هم صحبت می‌کنیم. جلسه بعدیمون من وارد تعارضات والدین با نوجوان‌ها میشم و این ابتدای دوره نوجوانی رو یه مقدار بیشتر با هم دیگه بررسی می‌کنیم و اینکه ببینیم که ما بچه‌هامون اساساً سر چه مسائلی ممکنه که در ابتدای نوجوانی تعارضاتی رو داشته باشیم و چه باید بکنیم. تربیت جنسی یک جلسه براش کفایت میکنه و دیگه بیشتر از این نیازی نیست که بهش بپردازیم، اگرچه که این موضوعی هستش که در رابطه با اون همواره باید مطالعه داشته باشید، مخصوصا با دوره جدیدی که برای بچه‌های چهارم به زودی شروع میشه و برای بچه‌های پنجم ششم آروم آروم شروع شده و لازم هستش که در موردش با مطالعه وارد بشید و هماهنگ باشید ان شاءالله با آنچه که باید انجام. که موضوع اصلی بحث ماست میشه این که ما چقدر این جنسیت رو به خود فرد بشناسونیم، اطلاعات بهش بدیم، بحث ارزش‌ها، احساسات، دیدگاه‌هایی که نسبت به جنسیتش فرد داره و مهارت‌های در رابطه با موضوعات جنسی رو بهش آموزش بدیم. این مقوله کلاً میشه تربیت جنسی. تک تک اینها مهمه، تک تک اینها اهمیت داره و نقش ما چه در مقام والد چه در مقام مربی بسیار واضحه. فیزیولوژیک مشکل خاصی نداره، اما نسبت به زن بودن خودش، نسبت به مرد بودن خودش نگاه مثبتی نداره و تلاش میکنه که خودش رو جور دیگری نشون بده و رفتارهای متفاوتی ازش سر بزنه، چون نسبت به جنسیت خودش اونطور که باید و شاید خیلی رضایت نداره. یه درصدی از مراجعین ما توی حوزه‌های جنسی کسانی هستن که مثلا پسرهایی که دارن تظاهر میکنن به اینکه دخترن یا دخترهایی که تظاهر میکنن به اینکه پسر هستن، دلشون میخواد اینطور خودشون رو معرفی بکنن، اصلا مشکلات فیزیولوژیک ندارن. کاملا مسئله برمیگرده به هویت جنسی که براشون شکل گرفته و یه قسمتی از این داستان قسمت مهمی سهم خانواده است که چطور به فرزند خودش تونسته این حس افتخار به جنسیت خودش، خوشحالی از جنسیت خودش و اون ارزشمندی که برای جنسیت خودش قائله رو منتقل کرده، همراه با محبت و عشق، صمیمیت به بچه منتقل میشه، به فرزند اون منتقل میشه و توی جامعه مخصوصا هر چقدر که بچه‌ها بزرگتر میشن و حالا توی دوران نوجوانی شما میبینید که تو حوزه ما داریم درباره تربیت جنسی صحبت میکنیم. تو حوزه تربیت جنسی شوخی ها زیاد میشه، تمسخر کردن ها زیاد میشه، اطلاعات نادرست ممکنه که بچه‌ها دریافت بکنن، ممکنه تهدیدهای جنسی بشن و به ترتیب مسائل مختلفی که تو جامعه هستش. اینو برای چی اینجا آوردم؟ برای اینکه بگم نقشتون نقش پررنگیه تو این قضیه. هر چقدر خونه محیط امن‌تری باشه و بچه‌ها راحت‌تر حتی توی سن نوجوانی بتونن مسائلشون رو با والدینشون مطرح بکنن و اونجا بتونن به هر ترتیب در یک فضایی به دور از تنش، به دور از استرس، به دور از ترس مسائلشون رو مطرح بکنن، طبیعتاً اینها در مقابل تهدیدهای اجتماعی توی مقوله تربیت جنسی بیمه میشن و عرض کنم خدمت شما که اون هی کمرنگتر و کمرنگتر میشه. و من توی این مسائل راحت میرفتم، مسائل رو مطرح میکردم، اونم به من جواب میداد. من تا اواخر دوران بلوغم هم این فضا رو پدرم داشتم. همینم زمینه ساز این شدش که من تو سالهای بزرگسالیم اگر به مشکلی میخورم تو هر زمینه، یکی از مشاورینم پدرم بود. خب اون خشته درست گذاشته شده بود، رو هم دیگه چیده شده بود. حالا فرزند شما نمیره سمت ما پدرش، سمت والد همجنس خودش نمیره، میاد سراغ والد غیر همجنسش. خب درکش کنی، پسش بزنی، دورش بکنی. خب این که سمت پدره نمیره. اگه میخواست بره میرفت. حالا با تلاش من که باید بری با پدرت صحبت کنی بازم نمیره. یا رو درواسی هست یا مشکلی هست، به هر حال یه مسئله هست که سمت اون نرفته، بره سمت من. پس نکته بعدی که باید دقت بکنیم اینه که تو سوالاتی که از ما پرسیده میشه، تو مسائلی که با ما مطرح میشه، این باور سنتی دموده اصلا بی معنی که حالا تو دیگه جنست با من یکی نیست و سمت من نباید بیای بذاریم کنار.
یه قسمتی هم ممکنه مشکل تو رابطه با پسر و پدر نباشه، ممکنه من مادر جوری رفتار کردم که او رو از پدرش دور کردم، ممکنه نحوه رفتار من جوری بوده که با رفتار همسر من همسو نبوده، ما یه مدلی رفتار کردیم که بچه بیشتر اومده سمت من تا سمت پدرش و حالا یک باره اگر بخوام من این رو سوق بدم تو مسائل جنسی سمت پدرش خب نمیشه دیگه. یعنی یه وقتایی هم خطا از طرف خود والد همجنسه، من جوری رفتار کردم که بچه‌م والد غیر همجنس میخوام که نمیره سمت والد همجنس خودش. یه مدلی بودم، یه مدلی خودم رو تو نگاه این تعریف کردم و جا انداختم که او اساسا من ترسوندمش. مادرها دیدید دیگه تو بچگی چجوری رفتار می‌کنه، حالا صبر کن پدرت بیاد مثلا به بابات میگم اینجوریه، یا حالا من به بابات نمیگم که مثلا آویزونت نکنه بین خودمون بمونه، ولی اگه یه دفعه دیگه مثلا انجام بدی من به پدرت میگم فلانا. این رفتارها تو دوران کودکی بچه رو چه پسر باشه چه دختر باشه از پدرش دور میکنه، چون پدر اون آدم است که مثلا قراره بیاد اینو تنبیهش بکنه، اگه بفهمه دیگه اینو زنده نمیذاره. من مامانتم با همراه همینو بین خودمون نگه می‌داریم نکنه بابات بفهمه، بابات بفهمه عصبانی میشه و خیلی مواقع ما باباها نه عصبانی میشیم نه قراره برخورد بکنیم، نه ماجرای خودمونم از این که مثلا مامان داره اینجوری حرف میزنه خیلی دلم خوشه. این کاری که من والد باید بکنم تخلیه اطلاعاتیه، ببینم چی میدونه، چی باعث شده که این سوال رو از من بپرسه. اما دخترم اون موقع تو همین مسیر رفتم جلو. این که آقا یه دو تا لک یه دونه لک نمیدونم تو رو آوردن و بعد اینجوری شد و ما دعا کردیم خدا تو رو به ما داد و نمیدونم بحثا این مدلی، نه گفتیم این که غلط. اول ببینیم چرا داره این سوال موضوع چی شد؟ یه دختر من ساعت مثلا 7 شب اومده به من میگه بابا من چجوری به دنیا اومدم. پرسجوه پرسشگریه شروع میشه و اصلا هم قرار نیستش که این جلسه بازجویی باشه. یعنی یه فضایی اینا همش برای دوره‌های بعدی فرزندتون هم معنا داره، تو نوجوانی هم با همین الگو باید بری جلو. اصلا قرار نیست من برم تو جلسه بازجویی، اصلا قرار نیست من یه سری سوالا بپرسم تا مثلا مچشو بگیرم یا ماجراهای اینجوری. من قراره بفهمم چرا فرزند من در این مورد اومده با من حرف زده و من این موقعیت طلایی که دارم رو باید قدر بدونم. این که توی همچین شرایطی فرزند من میاد سراغ من یه اتفاق بسیار بسیار فرخنده و ویژه است و من باید این موقعیت رو برای خودم تثبیت بکنم. از این فرصتی که من دست داده من باید نهایت استفاده رو بکنم. پس در سوال پرسیدنم و پرسشگری میرم به سمت اینکه هی اون موقعیت رو تثبیت کنم، یعنی توی شرایطی که هی اطمینان رو جلب بکنم، هی اون فضای امنیت رو بیشتر و بیشتر به رخ بکشم و در این حال بفهمم که قضیه چی بوده. مثلا دختر من تو اون سن برگشت من گفتش که بابا من یه کارتونی داشتم میدم و تو اون کارتونه مثلا گفته که برید از پدر مادراتون بپرسید که شما چجوری به دنیا آمدید. مرحله بعدی خب بریم اون کارتونا رو با هم دیگه ببینیم قضیه چی بوده. ما رفتیم اون زمان دختر من از همین پلتفرم نماوا استفاده می‌کرد و ما نگاه بود که خیلی خوب کارتونایی که مثلا تو این قسمت هستش منطقاً مثلا فرض کنید که فیلتری رو گذرونده. رفتیم کارتونه رو، یه مثلا سریال کارتونی بودش که هر قسمتش 1 رو 20 دقیقه بود، اون رو با هم دیگه دیدیم. از اولش نشستم باش تو اتاقش اون کارتونه رو نگاه کردم و کارتون اصلا یه موضوع دیگه‌ای داشت، یه جریان دیگه‌ای توش اتفاق می‌افتاد. من هنوزم که از اون زمان 5 6 سال گذشته نمیدونم. یه دفعه تو تیتراژ پایانی این کارتون که میگم اصلا تمش موضوعش همه چیز فرق می‌کرد، یه دفعه شخصیت کارتونی رو کرد به سمت دوربین گفت راستی بچه‌ها برید از پدر مادراتون بپرسید چجوری به دنیا اومدید. کارتون تموم شد. خب واقعا هنوز نمیدونم چرا اون جمله گفته شد. یعنی من اون قسمت کارتون رو از اول تا آخر 1 رو 20 دقیقه نشستم با دخترم دیدم و اصلا سورپرایز شدیم اون آخرش. یعنی یه دفعه و اونم اومد پیش من به توصیه شخصیت کارتونی که بپرسه که خب حالا چرا من بدونم چجوری من به دنیا اومدم. نتیجه این که فرزند من اصلا هیچ اطلاع جنسی نداره از تولید مثل و صرفا یه چیزی یه دفعه یکی بهش همینجوری اومده گفته و این ممکنه تو جامعه هم هر جاش اتفاق بیفته و اومده سراغ من. پس اصلا تو این شرایط نیازی نیست من برم نمیدونم درباره تولید مثل و تفاوت‌های نمیدونم مثلا فیزیولوژیک زن و مرد و نمیدونم خلاص این قضايا صحبت بکنم و در عین حال هم نمیتونم این سوال رو بدون پاسخ بذارم چون برای او یک سوال ایجاد شده. رفتیم تو داستان حیونا و نر و ماده و این قضايا و این حرفا و اینکه به هر حال برای اینکه هر موجود زنده‌ای به دنیا بیاد یه مامان میخواد یه بابا میخواد، حیونا نگاه کن نر دارن ماده دارن اینجوریه و اینها بچه دار میشن و اینجام همینه، بابا و مامان نهایتا مثلا بچه دار میشن. بابا اصلا دنبالی نبود که بدونه خب چه جوری با چه فرآیندی و چه اتفاقی. حالا فرض کنید که جلوتر که باز این اتفاق هم افتاد، 4م دبستان این اتفاق دیگه برای دختر من افتاد. حالا دیگه تو مدرسه داده‌هایی داشت، اطلاعاتی داشت، مواردی رو فهمیده بود، شاید چیزهایی دیده بود و این بار که اومده سراغ من که همین که باز اومد سراغ اولا دقت کنید که دختره و سراغ من پدر اومد و من قرار نیست پسش بزنم به هر دلیلی که اومده. 4م که اومدش پیش من دیگه حالا معلوم بود که نه این یه چیزایی میدونه، یه چیزایی شنیده و دیگه وقتشه که من برگردم برای دخترم یه سری چیزا رو بذارم مثلا یه سری چیزا رو نه حالا یه سری اطلاعات بیشتر داشت و من باید چند قدم میرفتم جلوتر و یه سری مسائل رو توضیح میدادم.
از جمله اینکه مثلا تفاوت‌های مثلا فرض کنید که فیزیولوژیکی زن و مرد تو دیگه لازم بهش بگم چون این چیزایی میدونست و اگر من این موقعیت رو از دست میدادم دیگه دخترم نتیجه میگرفت که خب این سانسور میکنه، این نمیگه، این اطلاعات نمیده و برای مراجعات بعدی حالا میره دیگه سراغ افراد دیگه. پس باید حواسم باشه. تو این قضیه دقت بکنید، یعنی سن دادن اطلاعات یک سن مشخص لزوما نیست. یه وقتی پدر مادرها میان سراغ ما مربی‌ها و مشاورها و روانشناسا که بچه من الان داره آخه تو این سن حالا مسائل جنسی نه چیزای دیگه مثلا فحش یاد گرفته تو مدرسه، این الان یه فحشی رو داره مثلا از من میپرسه که من مثلا اینو 20 سالگی فهمیدم. خیلی خوب، برای این الان اتفاق افتاده و الان یه چیزی رو شنیده، حالا میخوای چیکار کنی؟ میخوای بیای سراغ این که اصلا تو به چه حقی داری این حرفو میزنی؟ اصلا الان سن تو این حرفو نیست، بعد بیام یقه مسئول مدرسه رو بگیرم که این چه مدرسه‌ای که توش مثلا یه کسی شرایط جامعه است و ما نمیتونیم این اطلاع رسانیه رو فیلتر بکنیم. نمیشه هر چقدر هم گزینش انجام بدن توی مدرسه یه دفعه ممکنه یه بچه‌ای بیاد یه حرفی بزنه، مخصوصا که جسارتا نسل ما پدر مادرای خوبی خیلی نیست از این جهات. یعنی ما اون چه که الان تو کف مدرسه داریم می‌بینیم اینه که بچه‌ها مثلا میان درباره فلان سریال مثلا ترکیه‌ای و مثلا خیانتی که توش اتفاق افتاده مثلا میان برای هم دیگه حرف میزنن. ما محدودیتی نداریم. یا مثلا فرض کنید که میان در مورد فلان مهمونی که با پدر مادرشون بودن و مثلا سیاه مستی مثلا پدرشون صحبت میکنن به مسائلی که اتفاق افتاد. یا داستانای دیگه. ما خیلی شاید بنا به دلایل مختلفی اصلا بعضیامون نگاهمونه که آقا ما نباید بچه‌مون رو محدود بکنیم. اون چیزایی که مثلا برای ما اون محدودیت‌ها باعث شد ما نمیدونم یا مشکل دارم عقده‌ای بشیم چیزی بشیم حالا دیگه بچه‌مون رو بیام مثلا آزاد بذاریم نمیدونم چی بشه اروپاش اینجوریه فلانش اینجوریه. ما یه وقتایی بعضیامون اینجوری رفتار می‌کنیم. چند نفر هم بین ما این مدلی رفتار بکنن کافیه برای اینکه بچه ما در معرض دریافت اطلاعاتی باشه که شاید به زبان عموم مناسب سنشون نباشه. کافیه یک نفر تو مدرسه بیاد یه فحشی که یه جایی شنیده رو بگه. دیگه تموم شد. کافیه یک خانواده فیلتر نذاره برای مثلا برنامه‌های تلویزیونی که می‌بینه. کافیه یک بچه شاهد روابط جنسی پدر و مادرش به هر دلیلی باشه. دیگه این میاد تو مدرسه و تو فضاهای دیگه و شروع می‌کنه پخش شدن. و ما باید آماده این فضاها باشیم، آماده این تهدیدها باشیم. بچه‌های ما در معرض دریافت اطلاعات بیشتر از ما هستن. ما زمان بچگی ما یه شبکه 1 و 2 تلویزیون بود، به چند ساعت هم یه سری کارتون خاص می‌دیدیم تموم شد رفت. الان بسیاری از فرزندان شما گوشی موبایل دارن، تبلت دارن، بعضیا پیج اینستاگرام دارن، نمیدونم حالا هزاری ما بیان بگیم آقا زیر 13 سالگی نه، قوانین سازمان بهداشت جهانی میگه فلان، خودمون پلتفرما بگن اینجوریه اونجوریه. ما تازه خودمون برای بچه‌مون پیج اینستاگرام می‌ذاریم از بچگیش، از کودکیش و هی مراحل رشدش رو به همه نشون میدیم، بعد کم کم از خودش کلیپ می‌سازیم، بعضیمون دنبال اینیم که بچه‌مون مدل بشه، بعضیمون دنبال اینیم که بچه‌مون یوتیوبر بشه. اصلا خودمون داریم به این سمت میبریم و هستن بین ما هستن کسانی که بچه‌هاشون پیج اینستاگرام دارن، به راحتی دسترسی مثلا به فضاهای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی و امثال اینها دارن و اینها دارن با بچه‌های دیگه زندگی میکنن. خانواده‌ای هستی که چارچوب داری و دغدغه‌های اینجوری داری، تو شرایط امروز جامعه با انواع تهدیدها مواجهی. تو شرایط امروز جامعه انواع و اقسام موارد رو فرزندت برخلاف میل تو میشنوه. حالا میخوای چیکار کنی؟ بیاریش تو خونه حبسش بکنی. تنها راهی که میتونی جلوی اینو بگیری که بچه‌ت این چیزا رو بفهمه که بری تو خونه حبسش بکنی و دیگه نذاری بیرون بره و تو اون چه که میخوای رو خودت فقط بهش بدی. خب نمیشه. تو همین مدرسه، تو هر فضای دیگه، باشگاه‌های ورزشی، کلاس زبان، کلاس موسیقی و امثال این فضاهایی که بچه‌های ما دارن میرن، اینا در معرض مسائل مختلفی هستن که از کنترل ما خارجه. ما چه باید بکنیم؟ ما باید در همه حال کنار فرزندمون تو نزدیکترین فاصله بهش باشیم. نزدیکترین فاصله باید پدرهایی داریم که با دخترانشون ممکنه روابطی داشته باشن که روابط درستی نیست. من چند سال پیش توی اصلا مجموعه یه دوره با یک مجموعه همکاری کردم که اون مجموعه اصلا مخاطبینش دخترهایی بودن که توسط پدرانشون مورد تعرض قرار گرفتن در سن کودکی. یعنی این هست. دایی، عمو، نمیدونم خاله. باید فرزند من نسبت به اینها کاملا توجیه بشه و باید آگاه بشه. این که من بیام بگم که خب الان وقتش نیست، موردی هم که براش پیش نیومده، خودش هم که نمیاد چیزی بپرسه، پس من نگم. خیر، باید بگم. باید به واسطه این تقویت خود مراقبتیه من یه سری مسائل رو باید بهش بگم. باید این اتفاق بیفته. تو مسائل جنسی به همین ترتیبه. یعنی دیگه اگه رسید مثلا به 9 سالگی و سوالی از تو مطرح نکرده، تو وقتشه که بیای درباره بلوغ آروم آروم باش حرف بزنی. مدارس باید این تو برنامه‌شون باشه، بیان آروم آروم برای بچه‌ها دیگه تو سالهای پایانی دبستان، پنجم، ششم خصوصا مقوله بلوغ رو باز کنن. چرا مدارس خب نمیذارن؟ حالا دیگه آقای خورشید من نباید میگفتم ببخشید. من منظورم به مدرسه خودمون نیست، حالا اینجا هم نذارن. حالا اون بابا وزیر آموزش و پرورش جواب بده دیگه. این خیلی
خاطره تو جامعه. آره قبول دارم. مثلا یه همچین کارگاه‌هایی رو می‌ذاریم برای همین دیگه. خب فقط شما برای ما دارید این کارگاه می‌ذارید. مثلا من پسرم تا حالا همچین سالایی اعلام نکرده. خب مثلا بچه چجوری به دنیا میاد اینا رو نکرده، ولی خب این چارچ و اینا رو خب ما براش توضیح دادیم. ولی خب شاید خجالت مثلا شاید کشیده نیومده و اینا شاید سوال ذهنیش هم اصلا ببین شاید براش سوالی پیش نیومده باشه. خب من حالا ورود پیدا میکنم، من بهش میگم اگه خجالتم هست من جوری رفتار میکنم که این خجالت بریزه. شما باید باشه. بله اصلا من بحثی ندارم، قطعا باید همینطور باشه، روی این بحثی نداریم، ولی هر کدوممون یه نقشی داریم دیگه. اینجا داریم میگیم پدر مادرها چطور باید رفتار کنن. جان من خود این مسئله پیش اومده که بعضی وقتا بچه‌ها میاد یه سوالی رو میپرسن و حالا اول اون تحلیل اطلاعاتی که خودت چی فکر می‌کنی یا چی می‌دونی در موردش و بعد یه توضیح بهشون میدی و بعد این بچه‌ها هفته بعد یه مرحله بالاتر تو سوالن، دوباره مثلا 4 ماه بعد یه مرحله بعد واقعا دیگه به یه جایی میرسه احساس کنی که واقعا مناسب سنش نیست، یعنی نمیشه توضیح بدی، نمیشه توضیح ندی. من خودم چندین بار تا حالا با این مسئله برخورد کردم چون من دو بچه همسن دارم، دختر پسرم، و بعد یه جا به دخترم مخصوصا میاد یه سوالاتی می‌پرسه که دیگه واقعا به یه جایی میرسه من هنگ میکنم و بعد میگم که حالا در موردش سرچ میکنیم، منم خیلی در مورد این موضوع اطلاعاتی ندارم، یعنی واقعا نمیتونم تو اون لحظه. دو تا نکته عرض می‌کنم. خیلی طبیعیه و خیلی فراوانی داره، یعنی فکر نکنید فقط فرزند شما اینجوریه. بله خیلی وقتا دقیقاً چیزی که میگید اتفاق میفته. اولا نکته مثبتش اینه که جوری تو قدم‌های بعدی رفتار کردید که او باز هم میاد سراغ شما. یعنی این نکته‌ای که چندین بار گفتم، این که تو این مراحلی که گفتید بازم فرزند شما میاد سراغ شما و از شما تایید میگیره، از شما اطلاعات دقیق رو میگیره، شما کماکان اون منبع و مرجعی هستی که اون مورد اعتمادشه و میدونه الان این چیزایی که شنیدم رو میتونم از مادرم بپرسم که درسته یا غلطه. این اتفاق خوبه. یک. دو اینکه بله خب این اتفاق میفته، حالا هفته بعد، 4 ماه بعد، 1 سال بعد، به هر حال مرحله به مرحله اتفاق میفته. حالا بنا به شرایط این مراحل خیلی نزدیک به همه، ممکنه از این مراحل دور باشه، ما کاری نداریم. حکم کلی رو عرض کردم. جایی که میگم حکم کلی همونیه که گفتم، یعنی باید شما پاسخگو باشید. حالا میرسه به یه جایی که نمیدونی چطور بگی. ببین اون جمله‌ای که دیگه مناسب سنش نیست بر اساس حرفایی که تا اینجا گفتم جمله غلطیه. یعنی وقتی او اومده پرسیده دیگه وقتشه. چون نگم اتفاقات بد میفته. خب پس مناسب سن نیست رو کلا بذارید کنار. حالا برسیم به جایی که من نمیدونم چطور باید بهش جواب بدم. یا من اصلا اطلاعات ندارم تو این زمینه که بگم. خب کی گفته شما پدر مادر باید تا ته خط رو برید جلو؟ شما میتونی همراه بشید. مثال یک خانومی از اولیاء دبیرستانی سلام، پسرش کلاس 7 یا 8 بود. اومدش یه وقتی از من گرفته بودش توی کلینیک، اومد گفت من مشکل خاصی ندارم با پسرم، هم داستان خاصی ندارم، ولی نگاه همینه که این منطقه به عنوان یه پسر مثلا کلاس 7 و 8 خب درباره بلوغ این هیچی هم نمیاد به من بگه. حالا خانم هم جدا شده بود، عرض کنم خدمت شما که پدر دیگه اصلا رها کرده بود رفته بود و مادر بود و 2 تا پسری که نوجوان بودن. حالا این پسری که اومده بودش عرض کردم کلاس 8 مثلا دبیرستان. مادر من گفت من که نمیتونم با این راحت مطرح بکنم، خیلی از مسائل رو اصلا من نمیدونم چطور باید بگم، اینم نمیاد چیزی از من بپرسه. ولی نگاه همین هستش که من الان به عنوان یه پسر کلاس 8 طبیعتاً باید این سری اطلاعات رو به این بدم دیگه. آوردمش پیش تو مشاور که یه چک بکنیم ببینیم چی میدونه چی نمیدونه، چیارا غلط میدونه چه جوریه. جلسه باش بذارش بگو تو این سری حرفا رو. ما هم یه جلسه گذاشتیم، مادر رفت بیرون با پسر شروع کردیم صحبت کردن. من بعد از اون جلسه کلی چیز خودم از اون پسر یاد گرفته بودم و اصلا شما که یه سری اطلاعات به من اضافه شد. قرار نیست شماها برید جلو، مثلا عرض کنم خدمت شما که مثلا شما تا ته داستان رو برید، که شما یه وقتایی زمینه رو مهیا می‌کنی. حالا سرچ یکم خطرناکه چون زمینه سرچ ممکنه چیزهای دیگری نشون داده باشه که حالا ما رو از چاله در بیاره تو چاه بندازه، ولی مشاور که قابل اعتماده. بهتره که والد همجنس پیش قدم بشه، یعنی اینو مد نظر داشته باشید. اگر که علالسویه است داستان و تفاوتی نمی‌کنه بین پدر و مادر، بهتره که والد همجنس پیش قدم بشه توی بحث مسائل. پسرم یه روز پدر و پسری داریم، با هم دیگه می‌خوایم بریم بیرون و یه سری برنامه تفریحی داریم، حالا فوتبال می‌ریم، استخر می‌ریم، برنامه‌ای داریم و این داستانا. و حالا اونجا من مکالمه رو شروع می‌کنم. میام تو فضای این که خب مثلا پسرم دیگه مرد شدی و مثلا دو تایی با هم دیگه اومدیم بیرون و وقتشه که یه سری مسائل رو بهت بگم و در این مورد با هم دیگه صحبت بکنیم. و شروع می‌کنم بهش اطلاعات دادن. اصلا اینجا دیگه نیاز نیست ببینی که چی میدونه چی نمیدونه.
شروع میکنه اطلاعات دادن. اگر والد همجنس میتونه باشه، والد غیر همجنس به همین شکل بره جلو. روز مادر و پسری داشته باشید. یه برنامه مقدمه چینی کنید، فضا سازی کنید براش. یه کاری نکنید مثلا در اتاق مثلا ببندید و خب حالا من اومدم باهات صحبت می‌کنم. خب عزیزم تو مثلا اینجوریه. نه. یه مقدمه چینی قراره بها بدی، قراره شخصیت بدی، قراره بهش نشون بدی که تو دیگه بزرگ شدی و وقتشه یه سری چیزا رو بدونی. و قراره این هدف رو دنبال بکنی که من منبع و مرجع خوبی هستم برای اطلاعات. و هیچ مشکلی هم با این قضیه ندارم. ما راحت بی پرده میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. اون تصورات که الان حلیم داره شکسته میشه، من مادر برم برای پسرم، اصلا ما این بحث رو نداریم. قراره بهش یه سری اطلاعات بدم. پس به این ترتیب پیچیده‌اش نکن. اصلا چیز سختی نیست. و وقتی قدم اول برداشتی، حالا این سریال دیگه ادامه پیدا میکنه. میرم به سمت اینکه حالا جلسه ولی خب حالا دیگه وقتشه که یه سری چیزای دیگه ببینیم. خودت الان چیا فهمیدی؟ دفعه قبلی در مورد چه چیزایی صحبت کردیم؟ چیز جدید خودت متوجه شدی؟ خب حالا اینی که مثلا تو داری میگی نه، مثلا اینطورا نیست. اینم هست. آفرین، اینی که میگی کاملا درسته و به همین شکلی که من مکالمه رو میبرم جلو. یعنی مرحله به مرحله، سال به سال، بازه به بازه، من یه جلسه اینجوری میذارم، نشست اینجوری میذارم. و تو اگه همون قدم‌های اول درست رفتار کرده باشی، فرزند بعدش میاد سراغ تو. چون تو این شناخت رو دادی که من بلدم، اطلاعات دارم و ابایی از گفتنش به تو ندارم و صادقانه در کنارت هستم. و کنار من هیچ دلیلی برای ترس و نگرانی و نمیدونم وحشت و نمیدونم درواسی و خجالت این داستانا نیست. ما راحت با هم صحبت می‌کنیم. حالا خب توی فضایی که حالا مثلا اگه برای فرزند مثلا کوچیک‌تری داری باید حواست باشه، مثلا برو به این سمتی که خب این دیگه چیزی که ما به تو بگم مثلا فلانی حالا تا سرش گرمه، به تو بگم فلانی چون نیست، اومدیم از خونه بیرون که بتونیم راحت‌تر با هم حرف بزنیم. شخصیت میدم و شروع می‌کنم صحبت کردن. موارد دیگه شون گفت. حالا آقای دکتر پسری که مثلا خیلی مثلا پسر من مثلا بارون میاد میگه مثلا بریم یه جا کافه ما بشه، خیلی اینجوری فکر میکنه. مثلا شوهر من همیشه این گلگی رو از من داره که میگه تو محیط خونه اینو انگار تربیتش کردی، ما بریم کافه با هم بشینیم. ما مثلا تو آشپزخونه خیلی دوست داره به من کمک کنه. کارهای مردونه انجام میده بیشتر کارش. آخه کی گفته از این سنی بعد مردا فقط تو آشپزخونه دارن کار میکنن؟ حالا من سال‌هاست تو آشپزخونه از نگذشت خود آشپزخونه. آقا شما نیستید تو آشپزخونه؟ مثلا غذا درست کردن رو خیلی دوست داره. بعد مجبور میشه که دوست داشته باشه و درست. مثلا کیک مثلا به اشکالش چیه؟ این شد همون بحث اولیه اون. چه ایرادی داره یه پسر مثلا فرض کنید که کیک درست؟ مثلا من مورد قضاوت قرار گرفتم. من میگن که چون که فقط با تو در ارتباط میشه، فقط مثلا با یک زن در ارتباط. ببین اگر این یه موضوع دیگه است. اگر که این حرف درسته، متقابلا من هم حالا همسرتون که ندیدم حضورم ندارم اینجا، ولی عرض کنم خدمت شما که میتونیم بگیم که خیلی خوب شما چقدر تلاش کردی که این فضا رو مثلا جایگزین کنی. ببین یعنی داستان اینه. خیلی خوب. ولی پسر من گرایشش اصلا به این سمت، مثلا الان که نقاشی رو مثلا خیلی خوب دوست داره، اصلا کلا هنری رو دوست داره. پدرش هم خیلی تلاش میکنه که بیاردش تو سمت مثلا بازار مردونه. ببین ما هیچ مخالفتی با این چیزایی که شما دارین میگین نداریم. یعنی اینکه یک پسری علاقه‌مند به فعالیت هنری باشه، اینکه یک پسری علاقه‌مند به آشپزی یا شیرینی‌پزی باشه، اینکه یک پسری علاقه‌مند به این باشه که با مادرش کافه بره، اینا اصلا هیچ کدومشون نکته منفی نیستن. تو جامعه الان می‌دونید گرایش زنانه، مثلا می‌دونید من از چی می‌ترسم؟ این فکر ماست. این می‌ترسم که مثلا یه وقت گرایشش خانومانه بشه، از این می‌ترسم. اینا هیچ کدومش گرایش خانومانه نیست از نگاه روانشناسی. ولی اگر یه چیزای دیگه ای دیدید، مثلا دیدید که اومد شروع کرد مثلا ناخناشو لایک زدن، کفش پاشنه بلند پوشید، اگه نمیدونم داستانای مدلی بود، اون وقت باز برید پیش مشاور، یعنی حکم صادر نکنید، بازم ممکنه گرایش خانومانه نباشه. به این راحتی ما نمیتونیم بگیم یه نفر مثلا اختلال هویت جنسی داره یا داستانای دیگه که حالا شاید این روزا توجه بیشتری بهش جلب شده. اطلاعات تولید مثل رو چطور میشه بهشون گفت؟ اگر عرض کردم ببینید اگر الان نیاز نیست، واقعا الان نیاز نیست. خب اگر سوالی پرسید در این رابطه، ما به همون اندازه حرکت میکنیم بریم جلوی که توضیحات رو عرض کردم. بسته به اینکه اون چقدر میدونه و دنبال چه جوابی هست ما نقطه زنی میکنیم. همین.
حالا میرسیم به پایان دوره متوسطه اول و اینجا دیگه وقتش هستش که ما پایان متوسطه اول یعنی کلاس نهم یا ابتدای کلاس دهم معمولا مدارس خودشون برنامه‌هایی دارن که توضیحات در این زمینه میدن، اما اگر به هر دلیل نبود حالا دیگه من میشینم و درباره تفاوت‌های ماهیتی زن و مرد و ماجرای تولید مثل و این قضايا با پسرم صحبت می‌کنم و اطلاعات رو بهش میدم. در خدمت. جان من خودم ما اعضای خانواده هیچ چیز خصوصی برای همدیگه نداریم، همه چیزمون مثلا روه. توی بحث‌های روانشناسی حالا این حرفه میتونه یه خورده مشکل ساز باشه، توی قواعد روانشناسی ما فقط در مورد زن و شوهر این داستان رو داریم. یعنی یا زن و شوهر منطقاً توی بحث‌های مثلا حالا مهارت‌هایی که به زوجین آموزش میدیم و بحث‌های زوج درمانی یا منطقاً شما نباید گوشیتون برای جلو همدیگه رمز داشته باشه. منطقاً نباید شما مثلا فرض کنید چیزی رو از همدیگه مثلا فرض کنید که قایم بکنید. اونجا میایم توضیح میدیم، حالا این جمله رو گفتم اینو بگم، مثلا میگیم که مثلا خانم و آقا باید مثلا رمز گوشیشون رو بدونن، یعنی مثلا همسران باید رمز گوشی همدیگه رو بدونن، ولی قرار نیستش که مثلا خانم بری تجسس بکنی ببینی مثلا با مادرش مثلا چه چتی کرده و در مورد چی حرف زده. اونجا باز حریم خصوصی به این شکل معنا میشه، یعنی جلوی تجسس رو میگیریم. ولی در مورد بچه‌هاتون شما نمیتونی بگی خب تو گوشیت نباید رمز داشته باشه و حتما ما باید مثلا بدونیم، نمیتونی اینو بگی. اینا تو رو دور میکنه از فرزندت. خصوصی داریم توی روابط بین والدین و فرزندان و اصلا احترام میذاریم به حریم خصوصی. میخوای وارد اتاقش بشی یه دفعه در رو باز نکن، برو تو در بزن و اون هم باید اگر وارد اتاق تو میشه در بزنه. این فضاها رو داریم، نریم تو فضایی که یه دفعه بریم، اینا نابود میکنه رابطه های ما رو. ما قراره جوری رفتار بکنیم، توضیحاتش هم دادم، که پنهانکاری نداشته باشیم، که دروغگویی نداشته باشیم، که مخفی پوشی نداشته باشیم. اگر فرزندت رفته توی پنهانکاری، در مورد همسرم همینطوره، فرق نمیکنه. با آقای خوشدل درباره نیروهاش هم اینو میگیم. اگر افرادی که باهات در تعامل و ارتباط هستن، میخواد همسرت باشه، میخواد فرزندت باشه، میخواد همکارت باشه، نیروی تحت امرت باشه، اگر میره تو مخفی پوشی، پنهانکاری، دروغگویی، یعنی حالا رابطه یه مشکل اساسی داره. وگرنه اینکه حریم شخصی داشته باشن، همه آدم‌ها باید حریم شخصی داشته باشن، فرزندت هم باید حریم شخصی داشته باشه و برای حریم شخصی ما هم احترام بذاره. پس نریم دنبال این که حریم شخصی و خصوصیش رو مورد تاخت و تاز قرار بدیم یا از بیخوبان بزنیمش، اما جوری رفتار بکنیم که پنهانکاری، مخفی پوشی و دروغگویی نداشته باشیم. و با اینها مواجه ممکنه بشی، چون بچه‌ها یه جاهایی به هر حال رو میارن به سمت اینکه دروغ بگن. چرا دروغ میگن؟ بزرگترها هم دروغ میگن. چرا دروغ میگه آدم؟ معمولا یکی از اصلی ترین، نمیگم تنها دلیل، یکی از اصلی ترین دلایل و ریشه های دروغگویی ترس. یعنی اگر دیدم فرزندم داره بهم دروغ میگه، یعنی من احتمالاً رفتم توی مدل کنترلگری، من دارم یه جوری رفتار میکنم که اون میره به سمت اینکه به من دروغ بگه. در مورد همسران هم همین رو میگه. یعنی حواسمون باشه نگاه بکنیم خودمون رو و ببینیم ما چطور داریم رفتار میکنیم که طرف رفته تو پنهانکاری، رفته تو دروغگویی و اینجا باید بلافاصله خود ارزیابی بکنیم، اگه لازمه کمک بگیریم، رابطمون رو احیا بکنیم. وگرنه حریم خصوصی باید باشه و احترام باید بهش گذاشته بشه. بیایم اشتباهات مهلک والدین رو ببینیم. خیلی‌هاش رو توضیح دادم. فهرستوار میخونم و اگر جایی لازم باشه توضیح میدم. سعی کردم واضح هم بنویسم. گفتم پاسخ ندادن، دقت کنید اشتباهات مهلک والدینه. پاسخ ندادن، مسکوت گذاشتن، محکوم کردن، تنبیه، پاسخ غیر واقعی و غیر علمی یا بی‌توجهی به سوالات جنسی که همش رو تو این جلسه توضیح دادم، یکی از اشتباهات مهلک والدینه. مهلک برای رابطه، برای تربیت جنسی. مسائل جنسیه تو خونه رو همیشه با شوخی و خنده همراه بکنید. این توصیه روانشناسی نیست، اشتباه مهلکه، به تیز دقت کنید. یعنی اگر من توی فضای خودم مثلا با همسرم تو مهمونیامون بیایم اساسا مسائل جنسی رو دستمایه شوخی‌ها قرار بدیم، جوک‌های جنسی، نمیدونم حالا شوخی‌های با تم جنسی و داستان، اگر این مسائل همراه با شوخی و خنده هی دائم تو خونه مطرح بشه و اساسا مقوله‌های جنسی بشه، جوک بشه، فان بشه، نمیدونم خنده و این داستانا، ما یه خطا رو انجام دادیم. نمیذاریم فرزندمون هم نگرشش نسبت به این مسائل نگرش جدی باشه، هم اساسا توی همچین مسائلی بیاد با ما صحبت کنه، چون همیشه برای ما یه چیز مسخره بوده تو نگاه اون. تاکید میکنم خصوصا تو دوره همی‌ها و روابط بزرگترها با هم دیگه خیلی به این مقوله دقت بکنید.
شما با فرزندانتون که شوخی جنسی و خنده جنسی رو ندارید. منظور این جمله تو دوره همی‌های دوستانه و خانوادگی و این ماجراهاست. نریم این مسائل رو صرفا یک مسائل شوخی و خنده و فان و این چیزا نشون بدید. تو خونه دید جنسی داشته باشید و به یک جنس بها بدید. گفتم همون اول هویت جنسی به این برمیگشت. اصلا نریم به سمت اینکه پسر بودن، دختر بودن، زن بودن، مرد بودن توی خونه بولد بشه. این هم میتونه باعث بشه که فرزند ما سمت ما نیاد. خصوصا اگر اون جنسیتی باشه که هر دو حالتشا، چه اون جنسی باشه که پایین‌تر داره دیده میشه، چه اون جنسی که خیلی بالا دیده میشه. این بالا دیده شدن هم دیدین شاگردای خوب مدرسه ها قبلا بیشتر بود، الان کمتر شده تو فضای مدارس. یعنی یه سری بچه‌ها خیلی مؤدب، خیلی مثلا عالی درسخون فلان، این بعضی وقتا دیگه نمیتونستن هیچ خطایی بکنن چون همه انتظارات از اینا بود که آقا شما مثلا الگویی، شما ویژه‌ای، شما باید همیشه اینجوری رفتار بکنید و خب این خیلی هم میتونست آسیب‌زا باشه. از هر دو جهت به قضیه دقت کنید. والدین به هیچ وجه علاقه خودشون جلوی فرزندشون ابراز نکنن. اینم یه خطای دیگه است. اینم یه خطای دیگه است. در میاید همدیگه رو ببوسید. همدیگه رو بغل کنید، زن و شوهر بغل کنید. حتی بچه‌هاتون هم همینطور. حالا قرار نیستش که مثلا بوسه شما یک بوسه مثلا خاصه نمونم مثلا چیزی. نه خیلی اون نه. ولی این که من از درکی دارم میام استقبال همدیگه بریم، همدیگه رو ببوسیم، همدیگه رو در آغوش بگیریم و همدیگه ابراز علاقه و محبت بکنیم. این هم یه قسمت از تربیت جنسی. فرزندانتون مردها و زنهای آینده‌ان، همسران آینده‌ان. اینها از شما یاد می‌گیرن که چطور رفتار کنن. چرا نسل‌های جدید از ازدواج فراری‌ان؟ چون ما یه جوری رفتار کردیم که اینا میگن آقا ما هر کی دور و بر خودمون داریم می‌بینیم، پدر و مادر خودمون، بقیه همش از اینکه ازدواج کردن پشیمونن و نمیدونم اینجوری و همش با هم دیگه این داستانو داشتن و اون ماجرا رو داشتن و اینجوری دیوونه‌ایم ازدواج کنیم. خیلی وقتا اینه. یعنی ما یه جوری رفتار کردیم که نوجوان‌ها و جوان‌های دور و بر ما به واسطه آنچه که از ما می‌بینن از هر چی ازدواجه گریزونن. از الان به این توجه بکنید که به فرزندتون این ابراز علاقه، محبته و این عاشقیه رو نشون بدید. ولی خب حد و حدود داره دیگه، وارد رفتار جنسی با هم نشید جلوی فرزند. مورد بعدی هم همینه دیگه، رابطه جنسی رو نبرید. رفتار جنسی منظور فقط رابطه جنسی نیست. گفتم دیگه یه سری لمس‌ها، یه سری بوسه‌ها، یه سری اینا هم جنسیه. نه، وارد رفتار جنسی. بابت این جلساتی که میذارن خیلی خوشحالیم، باعث آگاهی ما پدر مادرها میشه و خیلی مطالب آموزنده‌ای رو امروز ما متوجه شدیم و متوجه شدیم که باید به پسرانمون یا به دخترانمون این آموزش رو بدیم. ازشون مثلا پنهونکاری نکنیم. اگر اطلاعاتی میخوام بهشون درست و با آگاهی کامل بهشون و ممنونم از اینکه این مشاوره ها رو میذارن، این جلسات رو میذارن و انشالله ادامه دار باشه این جلسات. ممنون از مدرسه. اول اینکه تشکر کنم از اینکه مدرسه این فضای خوب رو برای ما مهیا کردن. از آقای خوشدل تشکر ویژه بکنیم برای اینکه واقعا این فضاها و این موقعیتایی که مشاور بیاد و این همه اطلاعات خوب توی این سن بچه‌ها به ما بده واقعا برای هممون لازمه. علیرغم اینکه حالا ما باید به هر حال به روز باشیم و اطلاعاتی داشته باشیم، ولی اینکه مدرسه این شرایط رو مهیا کرد واقعا ازشون ممنونیم و مشاور هم واقعا با جزئیات خیلی تک تک مواردی که آوردن و عنوان کردن خیلی موارد کاربردی بود و به شخصه من خیلی راضی بودم. خیلی مطالبی بود که واقعا به سن بچه‌ها و حتی به سنی که ما در آینده حالا سال به سال باهاش مواجه هستیم خیلی جلوتر به ما اطلاعات خیلی خوبی دادن و در مجموع واقعا عالی بود. بخیر، خسته نباشید. میخواستم اول تشکر کنم از جناب آقای خوشدل بابت این جلسه خیلی مفید و ارزشمند، بابت مشاوری که تشریف آورده بودن در مورد مسائل جنسی و بلوغ فکری صحبت کردن. واقعا برای من مادر خیلی مفید بود و من لذت بردم. خیلی از سوالهام برطرف شد و پیشنهاد میکنم که این جلسات ادامه دار باشه و مطمئنم که تمام اولیا استقبال میکنن. خیلی تشکر میکنم. متشکرم.